باز هم خوش آمدین آقای وکیل. پیامدی دستور دادن به کمیسیون مستقل انتخابات چه خواهد بود؟ باید شدیداً نگران بود از وضعیتی که در افغانستان ادامه داره و این یک زنگ خطر بسیار جدی است برای مردم افغانستان، برای آینده افغانستان و باید در قبال این زنگ خطر هیچ کسی به تفاوت نباشه. کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت داره، هرچند که ما درک میکنیم تمام محظوریتشان رو درک میکنیم، حتی سکوتشان رو درک میکنیم در قبال این کارها. شاید تصور میکنه که به خاطر که وضعیت بدتر نشه. کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت داره که تکلیف خودشان را معلوم کنه، هرچند که من مطمئن نیستم که حتی اگر اعضای فعلی و کمیشنرای استعفا بده وضعیت خوبتر شود، شاید خرابتر هم شود، ولی خب یک مسئولیت وظیفوی و یک مسئولیت وجدانی انجام میشه. اینا باید تکلیف خودشان را با حکومت روشن بکنه، واضح در غیاب رسانه ها و افکار عمومی روشن میکنه یا با حضور رسانه ها و افکار عمومی، این که حکومت دیگه حق دستور دادن و دخالت در امور تکنیکی انتخابات را نداشته باشه. همکاری هایی که قانون حکومت را موظف کرده در پروسه انتخابات و به جای خود پروسه انتخابات یک پروسه کلان است، حکومت و دولت سهم داره او را مطابق قانون وظیفه از او باید انجام بده. یک مسئله دوم، احزاب سیاسی، رسانه های آزاد، نهادهای مدنی و جامعه افغانستان باید از همکنون بفهمد که وضعیت به کدام سو میره. ما میگیم که در رابطه با پروسه انتخابات که یک پروسه کلان سیاسی و ملی است، باید نگاه ما نگاه کاملا عادلانه و بی‌طرفانه باشد، به این معنا که ما فرصت را فراهم کنیم، چارچوب را فراهم کنیم، قاعده بازی را وضع کنیم که در اون قاعده بازی همگی بتونه به شکل یکسان اشتراک کنه. اینجا بحث است که حکومت میخواد کاری انجام بده که شما تصور کنید یک میدان دویش را که کسایی از نقطه صفر باید حرکت بکنه در رقابت دویش و کسانی از قبل برش زمینه فراهم شده باشد که در نقطه وسطی 50 درجه میدان باشه. واضح است که کسی که از 50 درجه حرکت میکنه نهایت هم 100 درجه هست مقصد و ای از صفر حرکت میکنه، این نمیتونه با او رقابت کنه. فعلا بس به همین سمت روان است و تلاش بر این است که یک نوع دخالت سیستماتیک را انجام بده که او منجر شود به یک تقلب سیستماتیک و منجر شود به یک نتیجه دروغینی که او از لابلای کل پروسه میآید، از ثبت نام رای دهندگان شروع و تا سرانجام نتیجه‌ای را که از این پروسه میبره. بنابراین یک چیز بسیار خطرناک هست مردم افغانستان. این نامه یک نامه بسیار تاریخی است، اگر در آرشیف افغانستان در آینده باشد و این جمله بسیار زیبایی که نوشته میکنه کمیسیون مستقل انتخابات موظف است. استقلال انتخابات را نمیفهمن که معنیش چیست. آیا این استقلال برای خوردن نان شب است؟ آیا این استقلال برای خوابیدن در بستر است یا برای اجراعات است؟ اگر برای اجراعات هست اونا باید پاسخ بدن که در کجای قوانین افغانستان، قوانین فرعی یا قانون اساسی قانون آمده که با یک نحوی حکومت یا رئیس جمهور یا دیگر نهادهای دولتی می تواند در امور انتخابات مداخله بکند. ببینید یک نکته رو میخوام حتی بین مداخله و دستور تفاوت زمین تا آسمان است. یک کسی مداخله میکنه نمیگذاره روان به شکل درستی پیش بره، اما یک کسی میگه تو مادونی ما هستی، تو زیر امر ما هستی، تو باید مطابق فرمان ما عمل بکنی، تو باید گوش به فرمان باشی. و این دو تا تفاوت است. من نمیفهم که ما در کجا زندگی میکنیم. اگر قرار باشد که کمیسیون مستقل و کمیشنرهای انتخاباتی مادون و گوش به فرمان باشه و تحت امر حرکت بکنه مانند قشله عسکری، در اون صورت انتخابات چی معنا داره؟ ولی یک پرسش هم اینجا هست، 11 وزیر حکومت افغانستان به خاطر ازی باید در مجلس استعزا شوند که نتانستین بیشتر از 50% از بودجه توسعوی خود که پول جامعه جهانی است در افغانستان به مصرف رسانه. رئیس جمهور افغانستان این انتقاد از کابینه نمیکنه، اما هر روز گله و شکایت داره از اینکه پول نداریم تا یک برنامه کلان ملی را ما طراحی بکنیم و تطبیق بکنیم. بالاخره مردم افغانستان دیدیم تو شرایط چی باید بکنن؟
مردم افغانستان متاسفانه کاش مطابق سایر کشورهای جهان از یک قدرت برخوردار می بود، یا کاش در افغانستان فرهنگی می بود که افکار عمومی تاثیرگذار می بود و یک کسی به خاطر رسوا شدن و به خاطر افشا شدن از یک تخطی، از یک قانون شکنی، از یک فساد استعفا میداد یا به هر حال افکار عمومی کار خود را میکرد. متاسفانه در اینجا نیست و افکار عمومی، فشار مردمی در افغانستان فعلا چندان پاسخ نمیگه، ولی خب مردم گناهی ندارد، مسئولیت دارن، به هر شکلی مسئولیت خود باید ادا بکنن. مردم افغانستان، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌های افغانستان که وضعیت رو به سوی بهبود بره، ما بریم به طرف سیستم سازی، ما باید نظام بسازیم. مردم باید در تا جایی که میتونن ما باید نظام بسازیم که این نظام به طور سیستماتیک عدالت را تولید بکنه. بس این است. اگر در کشورهای پیشرفته، در کشورهای غربی و دموکراتیک شما میبینید که بی‌عدالتی نیست، معنیش این است که نظام و سیستم به گونه‌ای طراحی شده که او عدالت را خودش به طور سیستماتیک تولید میکنه. اما کارهایی که ما میکنیم، تجربه‌ای که دیگران میگیره از خطاهای خود میگیره که چطور خطایی را که عدالت را خدشه‌دار میکنه از این درس بگیره که این جبران شد. ما در 10 سال تجربه عکسش گرفتیم، فهمیدیم که کسایی که در قدرت هست مثل ماها فهمیدیم که در کجا قانون و عدالت جلوی پای ما را میگیره، باید این مانع را برداشت تا باید ما بتونیم آزاد حرکت بکنیم و قانون را بشکنیم. این است که متاسفانه وضعیت رو به خرابی پیش میره و مردم افغانستان باید در قسمت حساس باشه و سال 2014 و بعد از 2014 یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان هست. هیچ نقطه را شاید شما به اندازه 2014 حساستر در تاریخ افغانستان نبینید، به این دلیل که ما برای اولین بار در تاریخ خود انتخابات را تجربه کردیم، قانون اساسی نسبتاً مدرن را تجربه کردیم، تفکیک قوا و حداقل به لحاظ شکلی تفکیک قوا را دیدیم، ولی سرنوشت این دستاورد نسبی که در آخر قافله برای ما آمده در سال 2014 تعیین میشه. یا ما به عقب برمیگردیم یا اصلا همه چیز فرو میرزه، یا اینکه ما به پیش حرکت کنیم. مردم افغانستان باید عزم حرکت به پیش را داشته باشه. سپاسگزار. آقای نور، بیشتر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای منوی گفته بود که باید ثبت نام مجدد صورت بگیره. حال دیده میشه دو طرح شما از طرف حکومت به شکل دستوری رد میشه. حال شما پذیرفتین که دیگه با او بحث گذشته‌تون تاکید ندارین؟ اجازه بدین پیش از اینکه سوال جواب بدم سر موضوعاتی که دوستا صحبت کردن بحث داشته باشم. اولی که طرحی که ما با جامعه جهانی و حکومت را کردیم استدلال قوی داشتیم و برشان واضح کردیم که اگر خواسته باشیم که انتخابات شفاف در سر تو سر افغانستان داشته باشیم، باید این ثبت نامی که در گذشته ها صورت گرفته به عوض از یک مکانیزم دیگر عملی بسازیم. حتی در دو طرح ما مشخص بود که چقدر کارمند نیاز است، چقدر پول نیاز است و چقدر مدت نیاز است که ما این طرح عملی کنیم و بالاخره این هم مشخص کرده بودیم که روز ما چقدر افراد ثبت نام کنیم و کارتای جدید برشون بدیم و در مجموع چقدر نفر باید دی پروسه شرکت کنن. یا کلش مشخص شده بود. من نمیفهم که بعض از طرحی از طرف جامعه جهانی رد نشد، قبولش تعهد نشد پولش. این نقطه مهم است. بله، ما در مورد دوست انجینر صاحب این مسئله گفتم که گفت استدلال قوی نداشتن کمیسیون که طرحشان رد شد. استدلال خیلی قوی کمیسیون در حقیقت داشت. موضوع دومه که واضح کردن که ما نخواستیم امرای این نهادا موضوعات شریک کنیم. ما فکر میکنم که بیخی سو از غلط این چیز هم از تاریخ مطبوعات هم تا تاریخ وار گفته میتونیم که جامعه مدنی را، احزاب سیاسی را، مطبوعات شما شاهد از این هستین که دعوت کردیم
و تمام این موضوعات هم روشان بحث کردیم با شمول قانون انتخابات، قانون طرزالعمل‌هایی که ما در رابطه داریم و همچنین موضوعات دیگه که در مورد ثبت نام بود. هم پلان ایر شریک کردیم، هم از طریق مطبوعات شریک کردیم، هم از امروز جامعه. حالا آقای نورا به بحث عقب نشینی شما بیاییم. شما یک طرح میدین، حکومت افغانستان هم برتان دستور میده، اتوماتیک دیده میشه که شما عقب میشین، یک طرح نرمتر از او را پیش میکنین. نگرانی پیرامون کار شما بر این عقب نشینی هایتان است. پاسخ شما به خاطر این عقب نشینی های شما چی است؟ ببینین، پاور که ما داریم، قدرت که ما داریم، فقط دو چیز است: مطبوعات، جامعه مدنی و در بحث مورد احزاب سیاسی. ما فقان خدا، داد خدا، صدای خدا امروز از این نهادها شریک کردیم. بیشتر از اون نه ما کدام مسئله داریم، نه کدام پاور دیگه داریم، نه کدام چیز دیگه داریم که ما بالای حکومت جامعه جهانی فشار وارد کنیم که حتما بر ما 80 میلیون دلار بده، یا بر حکومت بگیم که حتما توی کار کو. ما وظیفه خود انجام دادیم و تا جایی که کس از او فرمان برداری نکرده، او را امرای ای احزاب جامعه مدنی و مطبوعات شریک ساختیم. بیشتر از اون کار ممکنه. اجازه بدین یک فرضیه بگویم. شما یک مسئولیت تاریخی به عهده‌تان است و می‌بینید در این وقت که رئیس جمهور افغانستان هم رقم کاغذ سعادتی گفت مداخله نمیکنه، بر شما دستور میده، شما هم به عوضش عقب نشینی میکنین، طرح تازه‌تر و نرمتر با حکومت را میکنین، به عوض از اینکه استاد شوین که ما مسئولیت در وقت میتونیم خوبتر و بهتر انجام بدیم که این طرح‌های ما باید صورت بگیره. پاسخ مشخص تان چی است؟ شما در جریان هستین که ما این مسئله رو واضح گفتیم از طریق مطبوعات که اگه میخواین که انتخابات شفاف برگزار شود، بنان باید 80 میلیون دلار بر ما داده شود که پروسه ثبت نام در مدت زمان باید انجام میدادیم که متاسفانه نشد. بیشتر از اون ما فکر میکنم که نهادهای دیگه است، ولسی جرگه است که باید تو حکومت متوجه بسازه که چرا شما ایده مورد این کارا نمیکنین، چرا این کارا نمیکنن. اول ما مثلا از ولسی جرگه شروع میکنم، وکیل صاحب که دوست بسیار نازنین و نزدیک ما است و همیشه در بحثات شرکت کردیم و بحثای داشتیم و غیر از این مسائل مطرح کردیم. قانون انتخابات، ببینین هنوز کمتر از 1 سال به انتخابات داریم، هنوز قانون انتخابات تصویب نشده. اولین موضوع باید که در جانده ولسی جرگه گرفته میشد قانون انتخابات باید می بود که هنوز ما نداریم. اوصافی که برای کاندید شدن برای ریاست جمهوری شورای ولایتی در نظر گرفته شده، اگر ما با اساس همین فعلا فرمان تکنی اگر پیش بریم، ما مطمئن هستیم که بیش از 100 کاندید خود داشتیم. در سال 2009 بیش از 40 کاندید برای ریاست جمهوری ما کاندید داشتیم که بیخی یک چیز مسخره بود در منطقه که 40 نفر با ریاست جمهوری افغانستان کاندید است. مردم سرازی تبصره میکرد، جهان سرازی تبصره میکرد. اگه به این اوصاف باز هم میریم با انتخابات ریاست جمهوری، ما فکر میکنم که بیش از 100 نفر ما شاید کاندید برای ریاست جمهوری داشته باشیم، در حالی که شرایط افغانستان سعی کنن یک کاندیدی که اضافه میشه بر علاوه از مشکلات تکنیکی را خوبان کمیسیون او را تحمل خود کرد، بر خود رای دهنده مشکل میشه که چطور او را تشخیص کنه که بر کی رای بده، چون اکثر مردم در دهات از نعمت سواد بی بهره هستند. ولی یک بحث معلوماتی دیگه گفته میشه که 22 میلیون کارت رایدهی پیشتر وجود داشته، در حالی که واجدین شرایط در افغانستان 14 میلیون است. یک تفاوت 8 میلیونی را نشان میده، درست است؟ ببینید کارتوی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات توزیع شده در حدود بیش از 17 میلیون است، ولی به این معنی نیست که 17 میلیون واجد شرایط در افغانستان داریم. از سال 2003 به این طرف زمان کمیسیون مستقل انتخابات نبود، یک بورد مشترک تنظیم انتخابات بود که عهده از یا مسئولیت از ملل متحد با عهده داشتن. از سال 2003 به این طرف در 6-7 دور این کارتا توزیع شده و ما هر دوره که کارتا رو توزیع میکردیم نیاز داشتیم افرادی که اوضاع انتخاباتی خود تغییر میداد، مثلا در او وقت در مزار شریف زندگی میکرد و در انتخابات بعدی که ما میداشتیم در کابل زندگی میکرد، باید برای کارت نو میدادیم. و یک موضوع رو فراموش نکنیم که چون هر بار که انتخابات برگزار شده کدش انتخابات ولسی جرگه یا شورای ولایتی بوده، بنان اگه برای ریاست جمهوری انتخابات
تمام افغانستان یک حوزه است. با انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه ولایت حوزه انتخاباتی است. بنابراین ما نیاز داشتیم هر کسی که محل سکونت خود تغییر میداد باید مجددا برشان کارت میدادیم. به خاطر انتخابات دومی که انتخابات ریاست جمهوری اتش شده بود. شما گزارش‌های از کارت‌های تقلبی هم دارین که از کشورهای همسایه وارد انتخابات گذشته شده بود؟ دیگه شک نیست. زمانی که ما در سال 2009 پروسه ثبت نام رای دهندگان در افغانستان آغاز کردیم، بعض از کشورهایی که اصلا نمیخواهند که در افغانستان صلح، امنیت و دموکراسی جای بگیره، در صدد شدن که کارت را، البته کارت فیک یا کارت تقلبی را چاپ کنه و وارد افغانستان کنه. این کار صورت گرفته در افغانستان. شمار از این کارت ها معلوم است؟ مشخص نیست. رقم ازی یا تعداد ازی مشخص نیست که چقدر کارت ها وارد افغانستان شد. ولی یک چیز متوجه باشین، باید همه چیز سیاه و سفید نبینیم. ثبت نام رای دهندگان یک بخش از انتخابات است، یک بخش بسیار کوچک است. در انتخابات های گذشته اصلا این موضوع مطرح نبوده. بحث اینجا بوده که صندوقات توسط زورمانده پر شده. اگر این تو فیصدی بکشیم، شاید 1% خیلی کوچک باشه که یک فرد دو بار رای بده و یا هم یک فرد در صدد این شود که از چندین کارت رایدی استفاده کنه، چون اونجا مسائل رنگ است، موضوعات دیگه است. این رول مهم نداره. ولی این پلانایی که ما داشتیم، پلان A و B، یا ما زیادتر تاکید میکردیم که در سال 2015 انتخابات ولسی جرگه داریم و که از او باید انتخابات شوراهای ولسوالی را انجام میدادیم. بنابراین تاکید زیاد مویی بود که باید این لیست رای دهندگان ترتیب شود، کارت‌های جدید توزیع شود، حدود اربعه ولسوالی ها و ولایات مشخص شود تا داشته باشیم که راه را هموار کنیم با لوی جرگه که در قانون اساسی پیش بینی شده، که اگر در قانون اساسی کدام تغییرات وارد میشه، مثلا در مورد انتخابات در قانون اساسی مشکلات عدیده موجود است. همین 7 نوع انتخاباتی که پیش بینی شده، هیچ نهاد فکر نکنم که این مبلغ با کمیسیون مستقل انتخابات بده که هر سال یک انتخابات حداقل در افغانستان داشته باشه. بنابراین باید در قانون اساسی در این مورد یک سلسله اصلاحات با میان بیاد. سپاسگزار آقای اصغری. شما انتقادای داشته و جواب شما آقای نور داد. لطفا اگر تبصره دارید. اون مورد دوم، آقای نور میگه که ثبت نام رای دهندگان بسیار نقش اساسی نداره، 1% کمه. باور شما چیست؟ یافته های شما که در چند انتخابات گذشته نظارت کردین چگونه بوده؟ خب البته نمیخوایم دیالوگ شود. گپای ما در قسمت گپای که آقای نور گفتن ما دلایل خود داریم. مثلا پروسه اول ثبت نام درست است که دفتر تنظیم مشترک انتخابات که هم افغانا و هم جامعه بین‌المللی بود انجام دادن و یک دوره در حدود 5 میلیون رای دهنده را اونا ثبت کردن. بعد از او کمیسیون مستقل انتخابات این مسئولیت به دوش گرفت. اینکه دو وقت هم میتونست اگر او کارتا مشکلات داشت او را باطل میکرد. تقریبا دو دوره، یک دفتر انتخابات 2005، یک دوره انتخابات 2009 کارتای رایدی از سر توزیع شد در سر تا سر کشور. پیشتر که من گفتم دلایل خدا مقصد ما ای بود که مثلا دو وقت مثلا در انتخابات 2009 کارتا با معیارها توزیع شد، حتی محلات دوی تعیین شد، اما چطور نتونست کمیسیون انتخابات که علائم امنیتی دو کارتا داشته باشه که کارتای جعلی را با کارتای اصلی فرق کنه؟ یکی. دومی که مثلا بر خانم ها در بعض مناطق کارت به اساس لیست توزیع شد بر مردا، چون کارت زنا عکس نداشت. آیا مکانیزم که دفعه در نظر گرفته بودن به چی شکل بود بر زنا؟ آیا او هم بدون عکس بود؟ دلایل خود داشتند که پس دوباره کارتای جعلی توزیع نمیتونه جایگزین ندی شود که جامعه جهانی قناعت میکرد.
خب این سوال است که اگر اون مکانیزم ها را ما مثلا من گفتم که شریک می ساختن، این خوب گپ بود که اون مکانیزم ها را میدید که آیا دلایل قوی وجود داره که جامعه جهانی برای پول بده یا خیر. خب به صورتش به خاطر که به یک نتیجه برسیم آقای نور میگن ما شریک ساختیم، شما میگین اگه شریک می ساختن وقت شریک ساختن وقتی که دولت افغانستان رو رد کرد، بعد از اون احزاب سیاسی و جامعه مدنی را خواستن، گفت که این طرح ما را دولت رد کرد. پیش از اون شریک نساخته بود، نه با میدیا نه با جامعه مدنی، نه فیفا که یگانه همکار نزدیک کمیسیون است ما خبر نداشتیم از طرحشان. باید قبلا مشوره ها میشد، بسیار زمان کار داشت که مشوره ها میشد که طرحها مکانیزم هایش چه قسم است، تا اینکه چون انتخابات 2014 بسیار اساس انتخابات است، باید در یک ذره سرنگاری داشت. خب بر صورتش حال مشکل اساسی همی است که مداخله دولت راستی هم بسیار آشکار استقلالیت کمیسیون انتخابات صدمه میزنه که فیفا هم موضوعش همی است که هیچ نهاد نمیتونه که در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنه، چی حکومت باشه، چی دولت باشه، چی هر نهاد دیگه باشه، که اگر مداخله میکنه این خودش استقلالیت نهاد صدمه میرسه. خب در قسمت ای که آقای نور گفتن که اگر کارت باز هم چند وریانت را که اونا پیش کردن اگر کامیاب نشد، راه های دیگه وجود داره که این تاثیرگذار زیاد بالای شفافیت انتخابات نیست. ما هم به این متعقن هستیم که وقتی که اون مکانیزم ها تطبیق نشد، مکانیزم های دیگه وجود داره. به طور مثال کمیسیون انتخابات هر راه دیگه را پیشنهاد میکنه، به خاطر هرگاه همون کارتای قبلی را استفاده اگر میشه، در اون صورت سر مکانیزم های استخدام کارمندای کمیسیون انتخابات که در محلات ریدی است، در این مکانیزم ها بسیار دقت کنه که یعنی بی‌طرفی کارمندایشان به حد اقل برسه. با مکانیزم های شوه، البته ایرام در مشوره با نهادهای زی دخل در استخدامش چی شوه تا که و بی‌طرف شوه. وقتی که بی‌طرف شوه واضح است که هر فرد یک دفعه میتونه رای بده، تا وقتی که خودشون اداره انتخابات به دست کمیسیون انتخابات است. وقتی کارمندای انتخابات بی‌طرف باشد، این زمینه کارتای مثلا استفاده از کارتای جعلی چند بار رای دادن هیچ وقت صورت نمیگیره. یکی دومی که و همچنان در قسمت رنگ، خود رنگ هم قسمی که در اول امتحان شد تست شد کمیسیون انتخابات، رنگ را که آورده بودن و رنگ خراب نبود که پس آنها باز روچی شد که این رنگ توسط مایع چیز پاک بشه. او رنگای جعلی بوده که در اون محلات آورده شده، رنگ اصلی هیچ امکان نداره. اگر گفتم کارمند کمیسیون بی‌طرفی خود حفظ کنه، او رنگ اینطور امکان نداره که در طول یک روز هر قدر بشه که اول خب این دست یک خاصیت خود از دست میده با هر مایعی که پاک شده. اینی مکانیزم ها است که میدانه جلوگیری از تقلب و از چند بار رای دادن در پروسه کنه. سپاسگزار. آقای وکیل، به عنوان آخرین پرسش از شما بسره که آقای اصغری، مردم افغانستان هم جزو شاید کمترین نفوذ دنیا باشه که بسیار علاقمند بر تقلب هستند. همین رفتن و پاک کردن و زحمت کشیدن به خاطر تقلب دیگه خو جدای از کار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات است. یک روند که ما متوجهش نیستیم، حداقل زیاد بالایش تمرکز نمیشه، روند بی‌باورسازی به پروسه های دموکراتیک در افغانستان است. متاسفانه دیده میشه که هیچ شکی نیست آدرس‌های قدرت در افغانستان یا از قوم است، یا از سمت است، یا از جغرافیا است، یا از حزب. هیچ نماینده از مردم عادی دیده نمیشه. بالاخره اگر اینمی روند بی‌باورسازی نسبت به دموکراسی در کشور تجدید میافته، با اینمی مداخله دولت یا کمکاری کمیسیون یا هر کار یا علاقمندی یا فرهنگ تقلب کردن توسط مردم، با جز دموکراسی دیگه چی راه حل با آینده مردم افغانستان داره؟ من فکر میکنم دموکراسی اگرچه شاید کاملترین نظام سیاسی نباشد، اما تا هنوز یکی از بهترین نظام های سیاسی که راه آورد تجربه های دیر سال بشر است دموکراسی است. فعلا قدرت و عظمت و ابهت دموکراسی به حد رسیده که حتی در هیچ کشوری، نه اسلامی نه غیر اسلامی، هیچ کسی جرأت نمیکنه با دموکراسی مخالفت کنه. نهایت حرف بعضیایی نیست که ما دموکراسی میخوایم، اما دموکراسی اسلامی در قالب فرهنگ خود، اینا یک سلسله شرایط را
میزنه. ما اگر متاسفانه رقم که شما اشاره کردین هیچ در تاریخ افغانستان هم بر نمیگردیم در ظرف کمتر از 1/3 قرن یا 3 دهه گذشته ما 3 سیستم را به اعتبار ساختیم. سیستمی که با کودتای 7 ثور شروع شد، اگر شاید مشکلات و نقایص خود هم داشت، آن سیستم را ما کاملا در افغانستان از اعتبار ساقط کردیم و مردم افغانستان به نتیجه رسیدن که دیگه سیستمی نیست که به درد حکومت داری و سیاست و قدرت و مردم افغانستان به درد را دوا بکنه. بعد از او سیستمی را حاکم ساختیم، شعار دادیم که ما مسلمان هستیم، حکومت اسلامی میخواییم، دولت اسلامی آمد، امارت اسلامی آمد. باز هم مردم افغانستان را نسبت به دین، نسبت به باورهای دینی، نسبت به اعتقادات دینی کاملا به باور ساختیم. گفتیم اگر دین همین است، اگر حکومت اسلامی همین است یا امارت اسلامی همین است، پس ما چی بد کردیم که آمدیم مسلمان شدیم. این پیامدهای بسیار زیانبار داشت. مردم دین را، اسلام را، مسلمانان را در سطح بین المللی بدنام ساخت و مردم افغانستان را متاسفانه نسبت به دین و حکومت دینی به باور ساخت. حالا تجربه میکنیم دموکراسی را. البته هرگز به این معنا نیست که دموکراسی، وقتی دموکراسی میگیم یک نظامی است که در تضاد و در تقابل با باورها و اعتقادات مردم است. دموکراسی یک نظامی است که صرفا در حوزه مدیریتی و سیاسی و دولتداری قابل تطبیق است و بهترین نظام تا هنوز بوده. ما از دموکراسی کاریکاتورش داریم و حالا همین کاریکاتور را هم نمیخواهیم که تطبیق شود. و اگر مردم افغانستان از نظام دموکراسی، از پارلمان، از تفکیک قوا، از استقلال نهادها، از عدم مداخله، از توزیع قدرت، از چرخش قدرت و از مزایای که دموکراسی داره باز هم به باور شود، با کجا پناه ببریم؟ چی شود؟ این یک مسئله بسیار اساسی است که شما اشاره کردین و ما دارد به همان سمت میریم که تصویری از دموکراسی به مردم عام افغانستان بدیم که مردم عام وقتی نام دموکراسی را میشنوه باید مو براندامش راست شوه و باید بگه که ما دیگه خواهان دموکراسی نیستیم. و این البته دو عامل داره. یکیش شاید کسای حساب شده این کار را بکنن تا دموکراسی را خراب بسازه و یک تعدادی هم به خاطر عشق و علاقه به قدرت ناخواسته به این سمت میره. شکران از آقای اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، محمد نعیم اصغری مدیر برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اجازه دهید بیننده‌های عزیز به خاطر ماندنتان تا آخر برنامه از شما هم قدردانی و سپاسگزاری بکنم. از جانب من عبدالله آزاده به اتفاق همکارانم شما را به خدای حق میسپارم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.